خدای نظر ستارов 3 نبیره دارد و از نظام خریدن لباسی مکتبی ناراضی است. دقت میکنه همین نرخ بلندتر میکنه. منظور او مؤسسه های تعلیمی و شعبه های معارفند که والدین را مجبور میکنند لباس های مکتبی را از شرکت های مورد نظری آنها بخرند. ای مکتب بخرید میگه، ای مکتب دقت میکنه، دقت میکنه بعد همینجا میخره. اگر بزرگ خرید شما در ارزان میفته؟ هم ارزان میفته، لیکن همین این ماموریتی همین نوحیه نمیمونه. حالا در شهر و ناحیه های ولایت ختلان موسم بستن شرطنامه ها برای سال خانش 2018 ادامه دارد. ریاست معارف ختلان میگوید الکی با 49 کارخانه ولایت برای دوختن لباس مکتبی برای زیاده از 408,000 خواننده شرطنامه بستند. این الکی حضور 100% تشکیل میکنه. شرطنامه بندیش رفت اجرایی اکن موهای در پیش استفاده معین میگردد که تو چی اندازه اینو اجرایش میشه. امسال بار اول است که جای مکتب ها شعبه های معارف با کارخانه ها شرطنامه میبندند. بعضی مکتب ها میگیرن بعد دیگه نمیدونه که دیرکتورای مکتب استفاده میکنن اصول رو خلاص دیگه سر وقت آورده نمیتونن. وابسته شدن والدین به خرید محصولات کارخانه های دوزندگی باعث پیش رفتن تجارت میرزا سعیدوف شده است، اما در جمع آوری پول مشکل دارند. قریب از سال 2015 تا حاضر فقط با بانک ها وای دارم کردیت میگیرم از بانک ها، لباس رو دختر تیار میکنم و خیلی با اومده مثلا مکتبو رو تقسیم میکنیم. سال گذشته فقط از ناحیه باختر زیاده از 8,000 لباس مکتبی کارخانه او را خریدند و امسال الکی برای خوانندگان 14 ناحیه ختلان فرمایش گرفته است. اگر کاستون برو بیان 205 اینو تا 11 ای 5 تا 8 190 سم برو کو کاستونش از صنف 1 تا 4 175 سم. او را گاها تخمین و ناروشنی‌های تقدیر شرطنامه ها ناراحت می‌کند. اکنون یا خیلیش گرفتگی است. انسان ممکن قابلیت و خریداری ندارن، لباسش تازه آزاده است. ساکنان را وابستگی از محصولات گران کارخانه های دوزندگی نگران کرده است، حالان که می توانند از بازار لباس های ارزانتر بخرند. آیا می شود که یک سر لباس بخرند تا 2 سال بپوشند؟ هر سال مجبور میکنند که هر سال نو بگیرید. ای مکتب نخرید درس نمیره طلبه. وزارت معارف تاجیکستان از سال 2007 لباس مکتبی را به تنظیم درآورد. این نهاد از والدین طلب می کند که لباس های مکتبی را تنها از کارخانه های وطنی بخرند. این دستور چند سال است باعث سرگردانی پدر و مادران شده است. باید که فرض کردیم رهبریت مؤسسه تعلیمی تمام خواننده‌ای که شرایطی وضع این دوران یا که از رفت همین چیزا آگاه هستند که چقدر خواننده دوران که در وقت شرطنامه‌بندی باید همینا را به نوبت گرفته با کارخانه دوزندگی یک طریق رایگان میگن یا که طریق یکون امتیاز پیشنهاد کنند.